شما بخیر تماشابینان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی خبر را از استودیوی مرکزی تلویزیونی ورزش منظورتان می‌گردانیم. با شما مهروری کشور. در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا کشور آمریکا مسابقه بین المللی گلدن استیت اوپن اوید با جودو دایر گردید. در این مسابقه موین غفورов ورزشگر شناخته کشور تاجیکستان را معرفی کرده مدال طلایی مسابقات را به دست آورد. قهرمان جهان سامبو محاربه‌ای و غالب چند کرته محاربه‌های آمیخته موین غفورов اولین نشان طلایی خویش را در نماد المپی جودو به گردن آورد. هرچند او بار اول در رشته المپی جودو برآمد میکرد، اما تجربه ورزشیش او را کمک نمود و در سه دیدار با امتیاز بلند ایپان ظفر یافت. این رقابت‌های موین از مسابقه مذکور نواربرداری شده است که بر اعلی امتیازهای ورزشگر تاجیک را نمایان میکند. پیروزی موین راهگشای اوست و مسابقه‌های مختلف آمریکا بهره برآمد با موفقیتش اوید به گشتن جودو. همچنین ورزشگر تاجیک در حیات دستاوی 5 نفره با رقیبان خویش غالب برآمد. در مجموع با 2 مدال طلا او مقام اول را کسب کرد. یادآور می‌شویم که موین غفورov 22 سال داشته در نماد جودو تحت راهبری مربیش ارم اوکاسیان مشق ورزی می‌کند.